اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به سازش رسیدند که از 3 مرحله عبارت بوده: تبادل گروگان‌های اسرائیلی به تخمیناً 1000 محبوس فلسطینی و همچنین انتقال یاری‌های بشردوستانه را به منطقه غزه در بر می‌گیرد. سروزیر و وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی خبر داد که سازش با میانه‌روی قطر و مصر حاصل شده از روز یکشنبه 19 ینور به حکم اجرا می‌دراید. این سازش وسیله واضح تطبیق آن در 42 روز اول را دارد. سپس وسیله واضح اجرای مرحله‌های دوم و سوم آن وجود دارد. تمام تفصیلات این سازش در 2-3 روز آینده بعد مشخص شدن آن نشر می‌شوند. پیش بینی می شود که در مرحله اول این سازش 6 هفته‌ای بیرونشوی نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه شروع می شود. همچنان در این مرحله حماس 33 گروگان، اکثرا زنان، بیماران، مردان سال خورده و کودکان را رها خواهد کرد. در جواب اسرائیل فلسطینی ها را از محبس‌هایش آزاد می کند. بر علاوه فلسطینی های بیجا شده به مکان زیستشان برمیگردند و انتقال کمک های بشری راه اندازی می شود. در روز 16 آتش بس در برابر نظارت تطبیق آن، مذاکرات مرحله دوم و سوم سازش مد نظر گرفته شده است که رهایی گروگان‌های باقی مانده و ختم جنگ را در بر می‌گیرد. فلسطینی‌های غزه اعلان سازش را با خوشحالی استقبال نمودند. ما از امضای سازش خیلی خرسندیم. آن به آینده غزه امیدوار میکند. آن کفالت میدهد که دیگر حیات انسانها از بین نرود و مردم دیگر نمیرند. ختم جنگ خوشحالی به حد و اندازه میآورد. در اسرائیل هم مردم خبر آتش بس را به خوشی پذیرفتند، ولی همصحبت‌های خبرنگار ریترز میگویند باید دید که سازش چگونه اجرا می شود. ما تا زمان اجرای موافقتنامه اعتراضهای همه روزه خود را ادامه میدهیم. من خوف دارم که آیا سازش واقعا هم اجرا خواهد شد. نگرانی اساسی من این است که ما نخواهیم توانست همه گروگان‌ها را به خانه‌هایشان برگردانیم. جنگ اخیر روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که کشتار 1200 اسرائیلی و گروگانگیری 250 تن دیگر را در پی داشت. سپس اسرائیل در غزه عملیات نظامی به راه انداخت. به گفته مقامداران غزه در این جنگ بیش از 46000 فلسطینی کشته و 90% اهالی این منطقه یا خود از 2 تا 3 میلیون نفر آواره شدند.